دوستان علاوه بر این که ما از این قسمت که بهتون توضیح دادم میتونیم وارد بشیم و تبلیغات رو کلیک کنیم، از این قسمت داشبورد هم میتونیم وارد بشیم و تبلیغات رو کلیک کنیم. اطلاعات درآمدی، طرح‌های درآمدی، همه چیز توی این قسمت داشبورده. خب حالا ما وارد داشبورد میشیم. ببینید قسمت‌های مختلفی داره داشبورد. اگر این کلیک تبلیغات رو الان ما کلیک بکنیم، دوباره وارد همون صفحه قبلی میشیم و میتونیم تبلیغاتمون رو کلیک بکنیم. حالا ما مجدد وارد صفحه داشبورد میشیم تا ببینیم چه اطلاعاتی داره. ببینید دوستان، مجدد اینجا هم به همون شکل تبلیغات شما رو داره نمایش میده که شما چند تا تبلیغ داری. خدمتتون هستم نمایش افراد دعوت شده، تعداد نفراتی که شما دعوت کردین و اسم و فامیلشون رو اینجا نمایش میده به شما. اینجا تراکنش‌های تبلیغات دریافتی شما در این قسمت، یعنی همه تبلیغاتی که شما گرفتین، دیدین، ندیدین، قفل شده، همه رو اینجا داره به شما نمایش میده. جزئیات هر کدوم رو که کلیک بکنید این قسمت ها رو میتونید جزئیات رو کامل ببینید. مثلا چه تبلیغی گرفتید، چه تاریخی گرفتید، کی تبلیغ رو دیدید. روی این علامت های سوال هم که بزنید در مورد هر کدوم از این آیتم ها به شما توضیح داده. در اینجا یک سری طرح‌های درآمدیه که با فعال کردن اینها میتونیم درآمدمون رو افزایش بدیم، تعداد تبلیغات بیشتری بگیریم، کارمزد تبلیغاتمون بیشتر میشه. و در این قسمت پایین هم درآمدمون رو نشون میده. ببینید اینجا من الان 21,878,000 تومان کل درآمدم بوده. این حساب کاربری، من چند تا حساب کاربری دارم، میتونید چند تا حساب داشته باشید. و در این قسمت درآمدی که هنوز برداشت نکردم رو داره نشون میده. دوستان تاکید میکنم هم به تومان داره نشون میده درآمد رو، هم به ریال. وقتی میخواین برداشت رو انجام بدین توجه داشته باشین که مبلغ چقدره. بعضیا 50 تا تک تومانی درآمد دارن، فکر می‌کنین 50,000 تومانه. به صفراش توجه کنید دیگه، هم ریالش رو داره نشون میده، هم به تومانش رو داره به شما نشون میده. و از این قسمت برداشت درآمد هم بعد میتونید درآمدتون رو برداشت کنید که توی کلیپ دیگه بعداً خدمتتون کامل توضیح میدم.